درود بر شما. ما اومدیم با قسمت اول بازی‌های سخت و چالشی یا به قول معروف فشاری. این سری بازی‌هایی مثل هپی ویلز که یه جورایی میشه گفت بازی فشاری هستن و قراره ریاکت کنیم و ببینیم میتونیم تا کجاش پیش بریم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Here we go. خب الان ما باید از مرحله یک این آقامون شروع کنیم، ببینیم چی به چیه. ذره صدا رو براتون زیادتر کنم، اونقدر هم سخت نیست. بچم رفت. چه اینجوری میشه؟ چقدر عجیبه. میدونی معنی کله پا شدن یعنی چی؟ یعنی همین. میگه وایسا. اوه خواست برامون پل بندازه. اوهو نه اون چی بود؟ ویکتوری، بنازم به ویکتوری. میریم برای مرحله بعدی. این مرحله چطوره؟ او چه غلطه. برو بریم. میگه آروم بلو، تو نلو. بچه شده. خدا، بچم پرید، خودم موندم. آروم میرم، نگران نباش. داداش آرومتر، فقط جان مادرت، هر کی دوست داری آرامتر باش. به هلمتمونم که پرید. بچه اگه این تیپ ویدیو رو دوست دارین حتما تو کامنت ها بنویسین. میریم طبقه. چه سمیه؟ این چیه؟ بیاد پایین. این مینه چیه؟ چرا انقدر زشتن؟ آروم برم باشه، آروم میرم. آروم رفتن. اینجا مجبورم آروم برم. آهش در اومد. نه، خودم با پای خودم رفتم تو تله. تا اگه ادیتور یه ذره زوم کنه ممنون میشیم. این صندلی دوچرخه نمیذاره من برم. برو بابا، من از صندلی نمیتونم، شکست نمیخورم. بچه منم برای اولین بار دارم این بازی انجام میدم و یه شایعاتی در موردش فقط شنیده بودم. مپ ترسناکی، میدونین؟
دوچرخم رفت. میدونیم بعدی اینه که اما اول باید دوباره شروع کنیم، یعنی سیو نداره اصلا. خب آروم آروم میریم، آروم آروم. تازه فهمیدم این ترمزه، این بیلبیلک ترمزه. نزن دیگه فضول. چه سمیه بابا، این بد آموزی داره. چرا قلبم وایساد؟ مگه فناف اینجوری میکنی؟ بازی ساز واقعا. میدونیم بازی ساز این مرض داشته انگار همچین چیزی طراحی کرده. قلبم وایساد. آی چه سمیه بابا، بد آموزی داره. نزن اینجوری. چرا؟ همش چرت و پرت، همش گوشی قراضه منم میاره. آروم. آفرین آفرین، صدرم میتونه. صدای این بوم بوم میزنه، این همین طلا که شوت میکنن دوست دارم. یه بوم بوم بوهوهو. چپکی باید برم؟ مگه فرمول ریاضی شیشمه چپکی؟ نه چه سمیه. به خیلی عالی و خوب و اصلا. من باید از اول برم. این تیکش دیگه شده آب خوردن. بس که رفتم. بچه تازه این مرحله دومش انقدر سخته. بابا ول کن دیگه. این دوچرخه سوارم چلاقه، میبینین؟ چلاقه، بلد نیست رانندگی کنه. نگاه کن 8 دقیقه است دارم ویدیو میگیرم، باقی کله اینم قطع شد. آها داشت صدر کارشو بلده. آروم میریم، باشه آروم میریم. اسلو راستشو بخوای میترسم دیگه. اینجوری بوم 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 میکنه، خیلی خوبه. بوم.
بچه ها از این مرحله انگار خیلی به ما نرسیده. بریم ببینیم این پیرزن خرفت چی کار میکنه. چه جالب میپره. شاید صدای چیه؟ سوسیس داره. بابا عجب سوسیسیه. همه سوسته. ادیتور اگه لطف کنه این تیکه که سوسیس داره رو یه میم درست. عجب سوسیسیه، همش گوشته. یه میم درست. آقا من انصراف میدم. این یه سم خیلی خاصه. اینو من شنیده بودم خیلی خفنه. خیلی به به. ادیتور یه میم بذار تو رو خدا این دیگه رو. بچه حتما با حمایت کردنتون باعث میشه که من پیشرفت کنم و انگیزه بگیرم. داداش ول کن دیگه. الان یاد گرفتم. میگم فشاری همینه. ته فشاریه. فشاری تو از این نریم. بوم. این دیدی نه خوشم میاد. وی بابا عجب پشتکه. همش گوشته. هان داشت صدرا باخت نمیده. میدونم شما ته دلتون دارین چی میگین. خیلی خب دیگه به بزرگی خودتون. این چه سمیه؟ بابا با باسن این تیکه رو اگه زوم کنی میفهمین. ادیتور زوم کن ببینیم باسن. جالب زنده است. پشمام زنده است. بابا تازه یاد گرفتم. نه نمیخوام اصلا این دوش چیه؟ موتور سوار داریم، ویلچر سوار داریم، اینا سوار. موتور بریم این چی شکلیه. من موتور دوست دارم. موتور. اوه عجب دختری. زوم کن ادیتور زوم کن. دختره رفت. دختره سنگینی میکرد میدونی. این مرحله واقعا غیر ممکنه. میبینین؟ این انگار اصلا نمیخواد ما بازی کنیم. میدونین؟ معلومه نمیذاره ما بازی کنیم. این بدبخت رو بذار برم این مرحله رو با این ویلچریه فکر کنم خوب به نظر بیاد. چرا؟ حاجی این داره میره پشما. تو چه؟ موتور جت دارم. موتور جت. چرا نوریز دیگه. الان یاد گرفتم.
انصراف میدم. امیدوارم که از این سری بازی ها خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین ویدیو بعدی و قسمت بعدی رو بذارم حتما تو کامنت ها بنویسین و لایک این ویدیو رو بالا سطح ببرین. ممنون میشم.